تا حالا شده توی جمع باشی و حس کنی که تنهایی، حس کنی که هیچ کسی متوجه حضورت نیست، انگار که تو اصلا نامرئی هستی، هیچ کسی تو رو نمیبینه، همه دارن با هم حرف میزنن، همه دارن با هم صحبت میکنن، همه دارن واسه هم خاطره تعریف میکنن و خوش میگذرونن و تو اونجا حس میکنی که اضافی. پیش خودت میگی که من اصلا اینجا چی کار میکنم؟ واسه چی من اومدم اینجا؟ انگار اونا توی دنیای دیگه و تو توی دنیای دیگه ای. داره این حس به دست داده؟ اگه این حس باید آشناست، باید بگم که تو تنها نیستی. خیلی از آدما این حس رو برای چندین بار تو طول زندگیشون حس میکنن و اینم بهت بگم که فکر نکن که این موضوع فقط مخصوص آدمای درونگراست و آدمایی که تنها. نه، خیلی از آدمایی که حتی از بیرون خیلی با اعتماد به نفسم جلوه میدن و عزت نفس بالایی هم دارن، خیلی وقتا دچار این حس میشن. چرا این حس اصلا به وجود میاد؟ چرا بعضی از ماها همیشه فکر میکنیم که توی یه جمعی حس اضافه بودن داریم؟ حالا میخوام راجع به قضیه با شما صحبت کنم. خود من این حس رو چندین بار تجربه کردم. یه بار آدم دانشجو بودم، بچه‌ها منو یه مهمونی دوره همی بود دعوت کردن. چون دوره همی حس میکردم که همه دارن با هم حرف میزنن و همه دارن با هم خوش میگذرونن و من اونجا واقعا تنها، واقعا اضافیم. نوشیدنیمو برداشته بودم و رفتم یه گوشه واسه خودم نشسته بودم و این حس خیلی برام دردناک بود. خیلی اون واقعا این حس رو تجربه نکرده باشید، خیلی حس بدیه. از اونجا یه جرقه خود تو ذهنم که برم دنبال این قضیه ببینم فقط من اینجوریم یا نه این حس واسه آدم‌های دیگه پیش میاد. بعد یه مدتی که رفتم دنبالش، حالا کتاب خوندم و پادکست گوش دادم و این چیزا، دیدم که اصلا این یه توهم ذهنیه. حالا چند تا چیز باحال علمی پشت این قضیه هست که اینجا میخوام بهتون بگم. یه کتاب خیلی خوب هست راجع به این قضیه که فکر کنم خیلیاتون اسمش رو شنیدید. اونم کتاب هنر ظریف بیخیالی از مارک منسونه که یه جمله خیلی عمیق داره که میگه بیشتر مردم اونقدر دیگه تو فکر میکنی راجعت فکر میکنن، اصلا مردم بهت توجه نمیکنن. یه پدیده روانشناختی هست به اسم نورافکن. این باعث میشه که ما فکر کنیم همه جهان، همه مردم دنیا دارن ما رو قضاوت میکنن، در حالی که این اصلا اشتباهه. بیشتر مردم یعنی همه مردم درگیر زندگی خودشونن. کسی من تو چی کار داره؟ تو یه کتاب دیگه که خیلی کتاب خوبیه اسمش از جرأت کافی از برنه براون، درباره حس تعلق صحبت میکنه و یه جمله عمیق داره این کتاب. اونم اینه که حس تعلق واقعی رو تو وقتی میتونی حس کنی که خودت رو همینجوری که هستی بپذیری. اگه خودت رو همینجوری نپذیری، چون اون حس واقعی، حس تعلق نمیتونی درک کنی. بعضی وقتا ما حس اضافه بودن داریم به خاطر اینکه ما همش فکر میکنیم که باید یه نسخه بهتر خودمون باشیم تا پذیرفته بشیم. اگه ما خودمون رو با همین شرایط قبول کنیم، کم کم اون حس تعلق واقعی به وجود میاد. یه کتاب دیگه که به شدت بهتون پیشنهاد میکنم که بخونیدش، کتاب انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل. ویکتور فرانکل یه روانشناس بود که توی اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها زندانی بود. اون میگه که آدم‌ها اگه حس معنا پیدا کنن، تمام حسای تنهاییشون و بیهودگیشون از بین میره. حالا فکر کن اگه توی جمع حس اضافه بودن میکنی، شاید به خاطر اینه که اون محیط بعد معنای پیدا نکرده.
حالا بیا ببینیم چجوری میتونیم این حس رو کم کنیم. اولیش اینه که جمع درست رو انتخاب کنیم. همه جمع برای همه آدم مناسب نیستن. ما شاید توی جمعایی میریم که اصلا اشتراکات و علاقه زیادی باشون نداریم. به خاطر همین حس اضافه بودن میکنی. پس جمع درست انتخاب کن که اشتراک و علاقه مشترکی با تو داشته باشه. توی بحثا شرکت کن. فعال باش. وقتی یک گوشه بشینی و هیچ حرفی نزنی بیشتر احساس ناوری بودن میکنی دیگه. پس بیا حالا یه سوالی بپرس، یه چیزی تعریف کن، خودتو وارد بحث کن. سومی این که رو عزت نفست کار کن. یه روش خیلی خوب بهت میگم. یه لیست بردار و نقاط قوت و مثبت تو اون لیست بنویس. حالا هر وقت تو یه جمع بودی که حس اضافه بودن کردی، سریع برو وارد اون لیست بشو و به ذهن منتقدت بگو که تو ارزشمندتر از چیزی هستی که داری فکر میکنی. اینجوری دیگه هیچ وقت حس به دست نمیده. نکته 4 و مهمتر از همه این که هر وقت این حس به دست داد به یاد بیار که این فقط توهم ذهنیه. ذهن ما فقط دوست داره داستان بسازه. ما اگه بشیم و فکر کنیم که مردم فقط دارن ما رو قضاوت میکنن، چون 99% مواقع این فقط یه توهم ذهنیه. مردم درگیر زندگی خودشونن و به تو اصلا فکری نمیکنن. اگه این حس رو تجربه کردی بدون که تنها نیستی و بدون که این مشکل حل نشدنی نیستش. حالا یه سوال دارم ازت. آخرین بار که این حس به دست داده؟ تو کامنت ها برام بنویس، چون میخوام بدونم که چجوری با این حس کنار اومدی. اگه این ویدیو برات مفید بود لایکش کن، سابسکرایب کن و اگه تو اطرافیانت کسی رو میشناسی که به این حس دچار میشه این ویدیو رو براش بفرست. شاید بتونه یه تغییر خوبی توی زندگیش ایجاد کنه. من سارا و یه روانشناس نیستم. من فقط اومدم توی این کانال از تجربه‌های شخصی براتون بگم. امیدوارم که براتون مفید باشه و مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید.